کسی که خواهد که پولش زیاد شود در دنیا، رزقش وسیع باشد، عمرش دراز باشد، خویشاوندها که رفته آمده پیوست کند. کسی با خویشاونداش علاقه را پیوست میکند، نیکی میکند، الله با او در علاقه است، الله تعالی همراهی او هست. کسی میکند، الله تعالی هم علاقه را میکند. بنابراین قاطع رحیم، اون آدمی که با خویشاونداش جنگی هست، قهری هست، این آدم گناهی کبیره هست. و خاصتا برادر و خواهر که اینها نزدیکترین رحیم هستند. اینا از عمک، از تقا دیده نزدیک است برادر. از یک رحیم دو کس به دنیا آمده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من اراده، کسی که خواهد که پولش زیاد شود در دنیا، رزقش وسیع باشد، عمرش دراز باشد، فلیصل رحمه، خویشاوندها که رفته آمده پیوست کنه. از روسیه میرید، به یک عذاب بلیط میخرید، به یک عذاب میرید در ایرپورت 10 ساعت گرام میمونه. چرک میگن، هر چی میگن طاقت میکنید، میدارید کار میکنید، حقارت میشنوید، رفتارهای بیزیب میبینید، میشنوید، همین به صبر میکنید که یقین به دست بیارم. پیامبر صلی الله علیه و آله اگر خواهی که دنیات وسیع باشد، عمرت دراز باشد، پس با خویشاوندانت رفت آمد را پیوست کن. دل وسیع کنید برادرها، که یک کمتون داد و گریف هیچ گپی نداره. همین برادرتون هر چی که پولتون اگر همش به برادرتون رود، همش خیر است، همش در میزان حسنات شما هست.